تا حالا شده بخوای بفهمی یه دختر سینگله یا نه؟ شاید خجالت بکشی بپرسی یا نمیخوای مستقیم سوال کنی. خب، راهایی هست که بتونی بدون اینکه چیزی بپرسی یا فشار بیاری متوجه بشی. تو این ویدیو قراره 8 نشونه اصلی که دخترها سینگل هستن رو با هم ببینیم. این روش‌ها ساده و عملی هستن و بدون دردسر میتونی ازشون استفاده کنی. رفتار و حضور اجتماعی. دخترای سینگل معمولاً فعال و اجتماعی هستن. وقت و انرژیشون رو صرف دوستان، خانواده و کارهاشون میکنن. اونایی که وارد رابطه هستن معمولاً وقتی با دوستاشون هستن حدود دارن. پس اگر یه دختر راحت با دوستاش وقت میگذرونه و برنامه‌هاشو خودش تنظیم میکنه، احتمالاً سینگله. صحبت درباره زندگی شخصی. دخترای سینگل راحت درباره کار، سرگرمی و زندگی شخصیشون حرف میزنن. ولی وقتی موضوع رابطه عاشقانه پیش میاد، معمولاً یا سکوت میکنن یا میگن تنها هستن. اگه دیدی وقتی سوال میکنی با لبخند ساده میگه چیزی نیست، یه نشونه است. زمانبندی و آزادی شخصی. کسی که در رابطه نیست بیشتر کنترل زمانش دست خودشه. میتونه هر روز کاری کنه، برنامه بریزه و حتی سفرهای کوتاه بره بدون اینکه کسی باید موافقت کنه. پس وقتی دیدی یه دختر وقت و برنامهش کاملا خودشه، احتمال زیاد سینگل هست. شبکه‌های اجتماعی. دخترای سینگل معمولاً عکس‌ها و پستاشون شخصیه. پستای عاشقانه یا عکس با یه نفر خاص معمولاً وجود نداره. اگه فقط با دوستان یا خانواده عکس میذاره و خبری از شریک عاطفی نیست، این یه نشونه دیگه است. رفتار با سوال درباره دوست پسر. بعضیا وقتی مستقیم میپرسی جواب صریح میدن. نه، فعلا تنها هستم. اگه بدون اینکه فشار بیاری این جواب رو بده، یعنی واقعا سینگله. این روش ساده و قابل اعتماده، چون کسی که وارد رابطه باشه معمولا محدودیت یا تردید نشون میده. سبک زندگی و علاقه ها. دخترای سینگل معمولا استقلال بیشتری دارن و وقت زیادی برای خودشون میذارن. به سرگرمی ها، کار و اهداف شخصی توجه دارن. اگه دیدی علاقه ها و برنامه هاش مستقل از دیگرانه و خودش انتخاب میکنه، باز یه نشون است. واکنش به پیام و تماس. وقتی پیام میدی، دخترای سینگل راحت و سریع جواب میدن و نیاز به توضیح زیاد ندارن. کسی که در رابطه باشه معمولاً پاسخاش با احتیاطه و توضیح میده که مشغول یا با کس دیگه است. پس سرعت و راحتی جواب دادن هم یه نشونه ساده است. با نگاه کردن به رفتار، شبکه اجتماعی، استقلال و پاسخها میتونی بفهمی یه دختر سینگل هست یا نه. یادت باشه هیچ کدوم از اینا 100% نیست، ولی ترکیب چند نشونه بهت تصویر خوبی میده. مهم اینه که همیشه با احترام و بدون فشار پیش بری.